درست شد فلشش. پا رو نها کنین حال کنین بچه. ببینین چه صبحونه‌ای برای خودم درست کردم، حال کنین. چه صبحونه‌ای برای خودم درست کردم. دختره رو بچه ها درگیر شدیم، کار چاق و پیش کردیم هم دیگر. رفت دبی. گفت میخوام برم دبی. گفت میخوام برم اونجا توی رستوران سر کار. آقا این درخت رو خراب نکنین تو رو خدا. این درخت رو دستمست نزنی. من رفتم نکنی این لباسا رو نکنی برای بچت بگیری ببری. نه اینو نکن. حالوق باشی باشه آقا گوزنه. آقا سلام، خسته نباشین. چه خبر؟ اوضاع خیلی میزونه امروز. میگم دارم میرم آفیس. باغ و بستان رو نگاه کن. ای بابا حالا همیشه کسکش بعد 2 ساعت میاد. کسی آسانسور بود قطع میکنم. نه کسی نیست. با گنده خونه هست امروز اینجا. بگو دارم میرم آفیس. نه پیچنگ گذاشتم ماشینو. کجا گذاشتم ماشینو؟ آقا ببینم ماشین کجا گذاشتم. شاهنشاهی. آقا بیا اینو نگاه کنین. شیشه‌شو چقدر بلند کردیم. این قبلا تا اینجا بود، کلا همه رو عوض کردیم اومد تا بالا. اصلا دیگه الان معلوم است شیشه دیگه برای خودش ماشین شده. آلا قورباغه‌ای باشه خارکسته. رنگ قطعی بود ما این انتخاب کردیم. چه اگزوزی داره اون بغل. خودم همین الان دیدیم کسکش خریدیم ندیدیم اون روز. اگزوز نها کن. واو اسکلیت جدیده. اینم که ماشین نصف خارکسته شیشه فروشای تهران بودیم مدت پانامرا. 3-4 سال بریم ژاپن بگایم بیام تهران آشپزخونه بزنیم پانامرا جنده منده جک و جنده تو خونه بچه‌ها رو بگیم بیان سفید بزنیم فلان خار خودمون رو بگایم. وای کسم آیسی کسکش. آقا خیلی چاکریم. مخلص آقایون چه خبر؟ کیر خر کسکش سر صبح. میگم با این که من مهمون دارم هم خدمتی من پیش منه ولی هر روز سر کار رو میرم. الان من بالای 6-7 هفته است که میرم سن آنتونیو. 10 دقیقه اونجا 10 دقیقه بیشتر هم نه کارامو انجام میدم برمیگردم میام هیوستن. یعنی من 6 ساعت و نیم درایو دارم هفته یه بار. ولی از قدیم الایام همین بودم دیگه. کلید میکردم خیلی قضیه رو سارکاستیک میکردم. انگلیسی یعنی چی این کلمه میگن؟ چی؟ خیلی سارکاستیک نمیم چی چیز؟ سراکستیک نمیم یه کلمه هست. الان هم ساعت 8:30 دارم اینجای من. این یه تیکه میدی قرمزه. این چند ساله چند دکتر رفتم. بعد یه دکتره یه پماد داده بود میزدم خوب شده بود. بعد نمیدونم پماده کسکش گم شد. نمیدونم چی شد. این کرم برمای جدید خریدم $1000 شد. $2700 شد. اونا رو نزدم دیگه. چی شد اصلا؟ آقا شما مثل منی. مثلا بعضی موقع از این راه میرم بعد پیش خودم میگم از این راه برم شاید نتونیم زیاد امروز کاسبی بکنیم بذار از این ور برم شاید امروز. یا مثلا یه کفش هست اون کفش رو که میپوشم خیلی پول در میاد اون روز ولی دیگه خسته شدم هر روز اونو بپوشم. بعد بعضی روزا میگم بابا ولش کن بابا اینا خرافاته. خارکسته میدیم سر کار دست خالی برمیگردیم خونه. اینا همش انرژی ها فهمیدی؟ اینا همش داشتی انرژی که خودت برای خودت میسازی. میدونی که انسان تنها موجودی است. بچه‌ها من اون سری تو مصاحبه‌های خودم هم گفته بودم توی اون پلتفرم واکوسی
یه پلتفرم من دارم بچه‌ها واکوسی. واو خب آقا اصلا این پلتفرمت کجاست؟ این شب تو رخت خواب با دست بکنی تو شورت. انسان تنها موجودی در زمین است که خودش میتونه انرژی بسازه برای خودش با هر چیزی که دور و برش هست. حالا فکر کن اینا چقدر خفنن که حیوان زنده دارن، حیوان خانگی زنده دارن، انرژیشونو میتونن از یه موجود زنده بگیرن. چرا فکر میکنه اینایی که حیوان دارن تخمشون هم بعضیا زندگی نیست؟ دو نسل آخه آدم داریم که حیوان دارن. اینایی هستن که سگای معمولی دارن، اینایی هستن که سگای مارکدار ندارن، سگای قیمتی زینتی ندارن. میرن این جایی که آقا آمریکا جایی هست، این سگای بی خانمانو میگیرن، میرن اونجا از اینا نگهداری میکنن و اینا سگای کارتون خواب و خیابونن. اکثر اون آدمایی که اون سگای معمولی دارن باشون رفیق بشی، آشنا بشی، یا تحصیل کرده وحشت. آقا درس دوباره میگم درس چیز خوبیه، من حال نمیکنم و اینا من دوست تحصیل کرده زیاد دارم. بعد اینایی که سگای خیلی معمولی دارن میری باهاشون صحبت میکنی، مثلا میری طرف چه میدونم آدم خیلی گردن کلفتیه و اصلا در بند و بار و قید شرط بزک بازی های این دنیا نیست دیگه، برای خودش تو زندگی خودشه، کافی بخوره، کتاب بخونه. اینایی که خیلی دنبال سگای زینتی هستن فقط دارن قصه مردم رو میخورن. اونم اونجا هم دردسره، وای سگ اون بهتره، یعنی گوش سگ اون بهتر از گوش. تو خونه فلانی رفته بودی تو لباسون تو اون باغه، دوبرمن اون گوشش بلندتر بود، دوبرمنی که تو باغ ما توی کردانه هست، بیا گوش دوبرمن اونو متر کنیم. این کارا رو که بکنی نیستی که از واقعیت خارج میشه. انرژی که انرژی گوه زدی تو زندگی خارکوس صاحب رفت. هر چقدر واقعی تر شما جلو بری، زندگی و قشنگتر و واقعی تر با تو برخورد میکنه. هر چقدر بخوای کس بگی، آقا اصلا خیلی ساده دیگه، بذاریم مثالی برای شما بزنم مثل این مثالایی که قدیم این بزرگان میزدن. کس بگی کس میشنوی. چقدر قشنگ گفتم، این همه فهمیدید. حالا اگه من میومدم اینو مثلا کتابی میکردم، ای ز گوهرت آمدی، ای هزاران هجران تو، نمیدونم فلان، همه کسچه میگفتم با برو خالکوسه. کس بگی کس میشنوی. اینو بچه ها حک کنید یه جا دیگه. یعنی همینجور اگه ادامه بدیم من از اینجا تا 2 ساعت دیگه همین قضیه سگ زینتی رو به هم جفت میکنم. من یکی از چیزای قوی مغز من میدونه که همینجوری گوگلم بافیه دیگه. یعنی میتونم همینجوری که صحبت میکنم یه اونور رو نگاه کنم، این درخت‌ها رو نگاه کنیم، ما شمال اون موقع میرفتیم لا اینا عرق میخوردیم، میشستیم، بعد اونجا بزد و خورد میکردیم، بعد این ور نگاه کنیم، این ور میدیدم یاد لب دریای شمال میافتادم. اون موقع میومدم لب دریا اون تر نگاه میکردم، گفتم خدایا کی میشه من برم. بعد این ور میبینی اتوبانای اینجا رو تو با اتوبانای ایران مقایسه بکنی، بعد میگی مردم ایران چرا عصبی هستن فلان، بعد پشت نگاه میکنی اینجا رو، یادش بخیر جاده چالوس میزد اون موقع، بعد اینجا رو نگاه میکنی این کسمشنگی اینجاست که. آقا دارم میرم سر کار، ساعت 9:30 یه میتینگ دارم تا ساعت 10 نیم ساعت. آقا میتینگ میگم فکر نکنیم مثلا یه موقع پیش خودتون یاسر عرفات و گورباچوف اینا میان و نه، 4 تا کسمشنگ دور هم میشینیم. من خودم یکی از این کسمشنگام. آره. یه میتینگ تا ساعت 10 دارم، بعد میام خونه لباس عوض میکنم، باید برم سن آنتونیو 3 ساعت برم، 10 میخوره، نیم ساعت کار دارم، 1:30 کوسکشون رو جمع کنم خونه، 4:30 خونم. آره ساعت 10:30 میرم سن آنتونیو، 4:30 برمیگردم میرم ورزش میکنم و اینا. امشب میخوام شام درست کنم. چه شامی امشب درست کنم؟ میخوام خوراک کس. آقا تیپ جان مادرتون نگاه کنید، خارکوسه سماق باشه به سر قدیر، تیپ سماقی زده، اسم تیپ من سماقی امروز. جان سماقی. آقا یه چیز من گذاشتم، قافیه است، چیه بیت شعر قافیه است، گفت که خودنمایی نکند، بذار مثل خودش بگم، خودنمایی نکند هر که کمالی دارد،
این شعر بچه حقیقتا من خودم نفهمیدم این منظورش که اونی که اینو داره مینویسه خودنمایی نکند که مثلا کمال داره، خودنمایی نکنند هر که کمالی دارد، خودنمایی نکنند، یا منظورش اینه کسی خودنمایی نکنه هر کی برای خودش یه کمالی داره دیگه، یا میگه نه خودنمایی نکنند هر کی کمالی دارد، یعنی مثلا اگه چیزی دارید خودنمایی نکن. کسکش بس تو غلط میکنی یه چیزی میذاری بالای 2 میلیون نفر آدم خودت نمیدونی معنیش چیه. ببخشید، خداحافظ.